پاکیوف استاد ورزشی درجه بین المللی پهلوان شناخته تاجیکستان فرزندی استاد زبردست جودو و گشتن ملی رستم باقیوف دادرزاده ستاره زورخشان میدان کشتین های سالهای اول صاحب استقلالی علیشیر باقیوف. کسی که درباره علیشیر سخن دارد یک بار نه 100 بار دیگر قرصک میزند. قادرزاده سیکرولو انا مردم خوالنگی که قدم رنجا کردید از سفر 39 ساله از بحرلای ارجمند و بختیار گرامی از محمد برادرانی که بسیار صداقت کردید احسانتان بود. با هر دو بخت و اقبال میدان از زیبا کنید، زینت دهید، جوان مردانه گوشین گیرید، تنتنه را تنتنه حقیقی کشتن رودکی کنید با هر دو بخت و اقبال. Kabul trader deneydi. Come on. سردوار اکا علیشیر خواهشی مخلصون شادمان با حق نظر تمام مخلصان خواهش شدن که شادمان با حق نظر خوب آزمایی کنند. یک بار ببینید برای شاه جایزه بار دیگر تکرار بکنم تمام مهمانان مخلصان ورزش خواهش دارند که حق نظر با شادمان خوب آزمایی کنند. از سرداور و داوران خواهش بکنم یک بار دیده برایم.
مشورت سر پیولای چرد حال فصل میشه آزمه درک شوی او او درست میگم این فردوس یک چیز میفهمه که میگم همین فردوس سر پیچای طرفی راست شد در همین گوشی سفید کرده فکر درست ای جای بحث مناظره نیست توقی در بین حبق در بین میشود شاه جایزه را به نام همه ماندن اینا میبرداری کش یا اینا میاری کش آفا هر دست سعادتیان وقت اقبال میدان از زینتیان هر کی تلاش و مهنتی بسیار در میدان مستقیم جان امینوف کرد و عرقی جبین ریخت پاداشتی همده میدونه آمین وقت و اقبال و سعادت در مکافاتی عالی هر دو را خدا یار بود آمین قرصک شما و ایدی متنتنی همون موسیقی و صمیمیتی خالصانه دارد و در نیروسنجی پهلوانان در سطح بلند انجام یافتنشان یگان شبهه نیست پرتاف راستی پهلو در کشتن اجدادی ما خصوصا در میدانهای مردمی و اینابت گرفته نمی شود نه بدن و نه پهلو تنها برای دریافت شاه جایزه میان شکرالله قادرزاده و ابوبکر باقیوف پرتافتی حلال دوشانه باید و زمین افتد این تقاضا و طلبی فدراسیون گوشتینگیری تاجیکستان و همه مردمی که گوشتین اجدادی ما را خوبتر و بهتر میدانند تشکر به هر دو دستی ابوبکر و ذکرالله درد را نبیند خیلی میدانداری خوب کرده ایستادند آفرین تشکر حرکت ها خیلی خوبند ابوبکر که تجربه زیاد است این لحظه ها را خیلی خوب پیگیری دارد و راستی ذکرالله بار اول است که به این مرحله راه یافت و بعد از پیروزی دور هفتمش برایش میسر شد که این لحظه خیلی خاطرماند را در صحفات ورزش خود درج نماید به هر دو برای کار میدانداری تقاضا میکند که اینجا باز هم با یک مسئولیت و صداقت و صمیمیت هنرشانه هر دو نشان دهند
با مقامات اجرای حکومت دولتی ناحیه رودکی و صاحبکاران ناحیه کمیته تدارکات جهتی بر راه ماندن این مسابقه گشتگیری سطحی با نفوذ که هم پهلوانان تاجیکستان و ازبکستان رو به هم آورد عرض سپاس و منت پذیری می نماییم. رشید جان از تاجیکستان، احسان از ازبکستان. این بچه ها را گرفتیم. ثبت نشده که علاقه کار اینجا انجام شد. تشکر. این میدان گذارید و گلمی بالا بریم بچه های ازبکستانی را، هر دینو را. احسان با رشید جان. همه ترتیبی خیلی مقرری نیروسنجی ابوبکر باقیوف رو خیلی خوب دیدیم. آفرین. شریف جان نظریوف استادی شایسته ورزش تاجیکستان، پهلوانی خیلی محبوب و ناماشنای کشور، در قهرمانی جهانی هم کورش و هم مسابقاتی با نفوذ. بسیار عالی. شریف جان در دو مسابقه آخر میدانم. اکنون بینید دوامی سبقت پهلوانان چی نتیجه میدهد و رفتی کاری سامان گلمی دیگر گذارد. کارلیکوف گلمی آخر رو با بچه که پهلوانی ازبکستانی اینا گلمی آخر روان که شادمان ولی به سبتای آخر اینجا خودی سبتای اون که سایچو کلوف با چرخ بالش ثبت کرده نمیتونه. بازی ما یک شاه جایزه را میگیریم، بعد شاه جایزه دیدیم در علایدگی ثبت نکنیم، گفت سریع بیرون مایلش همین را گفتیستم برای شاه جایزه است، مکافات عالی. این هم باید در یک گلیم ثبته ها. بسیار و قادرزاده ذکرالله هم در روند تلاش بسیار پیش دستی کرد. آفرین. گوشتینگیریشون فرق دارد. داور گردان فرگشته که ثبته. با ابوبکر و ذکرالله قادرزاده برای هنرنمایی خوبشان سپاس. بسیار میدان را رنگین کردن. تشکر. استعداد چون براستی فرق میکند. ابوبکر برا با پیش نشد. بند بیارم بچه ها را بند بیار. هم ورزشگری ازبکستان که در گلمی آخر اینن و اینها هم برای ظفر آرزومندیم. میدان اکنون با حضور 3 جو پهلوان ناماشنا خیلی خوب است. آفرین.
پهلو در میدان ما امروز هم از هر دو جانب خوب و شایسته استفاده میان می آورد. جهانی تشکر به راهبران محبوب و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه رودکی برای این اقدام نجیبشان که کار را خیلی خوب در سطح کسبی پیشه کردند و داوران فدراسیایی کشتینگیری را با این لحظه های خیلی بحث برانگیز و جالب دعوت کردند که شبهه در میان مردم نافتد. اسکندر عبیدالله کار با همان وقت با همان هماهنگی اندیشه هر دو وابستگی دارد. اکنون بینید اکنون اشاره من به همون خاطر است که اگر یک دور یک لحظه نیم لحظه دیگر نتیجه بخش سامان نیافتنش سؤال به میان آمده این مردم را هم به نظر گیرید. نشد بسیار گوشتیشون خوب آدابشون نقص پرتافت از هر دو جانب بود. اگر با همان تقویمی چاربینی های این برنامه را هم شامل کنیم نظری داوران و کارشناسا را هم به این نوبت گیریم از هر دو جانب عمل بود توجه بود حرکت آب هر دو تیجا بیا داور اینجا بیا اینجا بیا شما فکری هر دینا برای ما مهم است. شما پیشکی چنگون ندازین. هر یک کار نظامی مشخص داره آداب مکملی هم نظر داوری و هم نظر کمیته تدارکات که اندیشه اینها رو هم ما باید به نظر گیریم. میشود این لحظه که اما مرد ناموس میکشه گفته 45 دقیقه گوشتین گرفت انمو علت مشکلی 3 گرانسلم شادمان رضایی و این ننگ ناموسی همو منطقه جنوب داشتش بود. بعد آیسته کار به تدریج رنگی دیگر گرفت و متخصص برجسته ژاپنی گفت که این بچه به جای 13 دقیقه گوشتین گرفتنش 48 دقیقه گوشتین گرفته که به عضوهای درونی ضرر دارد. کاری دیگر است. این هم علم است. این هم یک فلسفه است. این هم در زیر سلامتی اینا سلامتی ملت است. اینها برای دسته های منتخب ما ضرورند. این کارا را باید ما صرف نظر نکنیم. به هر دو وقت اقبال اندک دم گیرن ها فرصت چونکه هاپا نشد آدنده یا خیلی یک دست دیگه تمام این دست میگیرم بکره براتم همون نیست بود اما که چی کده بود نه فاین اگه همین دفعه دستی و چیرون بزده بگیرک باید بگیرک سر چی بودو بطن مرشینه بچه کار در تلاشی مکافات عالی شد جایزه افتماشینه اوپل در میان هر دو باز یک دستی دیگر در میان هر دو نتیجه بخش نشد. دستی هر دو را بردارد از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه و هر دو سپاس و تشکر.
که رئیس محترم خواهش کردن تقاضا نمودن که رفت میدان داری چکار کنیم؟ با یک دست دیگه گیرم خب بیا ذکرالله یک طرف باشد اگر روزگی و طرف دیگر باز بحث ها به میان می آیند. مخلصان هم در روند تلاش پهلوانان بسیار حلاوت بردن. کار در این زمینه چی رنگ میگیرد؟ شمس الدین رحمت الله عزیز برگشتی هر دو پهلوان بعد از معالجه ذکرالله قادرزاده در به دست آوردن شاه جایزه هر دو تلاش دارند و هر دو برای کار میدانی لاهور رودکی را بسیار زیبا کردم. تشکر به هر دو، ابوبکر باقیوف و قادرزاده ذکرالله از خوالین. نشد خوالین کام صفحه جای خوالین میخوام ارزنده بدستیم لیکن واقعی ایواد باور داشتم ارزنده نه که بگفتم زور داره خیلی پریامو این نقد باری هشتم است که ذکرالله قادرزاده به میدان می آید. امروز بسیار هنرش را والا و شایسته نشان داد. با این هم مردی تشکر کنیم برجا که بسیار تلاش و زحمت خوب در میدان نشان داد. گلمی بالا را آزاد نگذارید. یک نفر بچه هایی که معرفی شدن زود بیایید. خیز شرف و عزیز او گلمی زرید شما بچه ها اون طرف آزاد نگذارید. تیز است که بچه ها جایزه دویم وقت فرصت خیلی کم است. با گلمی بین برین شادمان رضایف و حق نظر شریف و فردوس هر دو پهلوانای نامور تاجیکستان از شهر کلابند. کسی گیرد مرحبا. میدان هم مکافات و صداقت خیلی ارزنده است. گشتینی هر دش به صفت هر دش هم ارزنده نکن. کار بین که هم ابوبکر هم پهلو زد هم ذکرالله هم پهلو پرتاف کرد. بله در مقاومت هر دو ورزشکار همان نظرهای شایسته و صورت افزایی و کسبیت خیلی خوب. آفرین. ابوبکر اینجا بیا. اکی ذکرالله ذکر
اینجا بیایی 8 دور نیرو سنجی کردن ای خوالینگ اومده و به فینال رفتن و برای این قدر تلاش و زحمت های ارزنده کیای معلومه عزت خدایو پیش عزت خداییف کی بود احمد منهاج و عزت خداییف به هر دو تشکر فرزند را تربیه کردید که در مقاومت در روندی مبارزه مرحله نهایی جایزه و ابرمرترین عائله برابر نیروسنجی کرد. احسن و هر دو سلام کنین. انا میای اخیری گپ فلسفه گشتین اجدادی مون نمیای قدرت ها کینه ها از دل دور صداقت فرزند پدری در قلب باقی او پلرگی بسیار اومد. مبارک باشد شاه جایزه را نه شاه جایزه را رئیسی محترم ناحیه رودکی میسپارم برادر عزیز بهردین سعید شاه با چرخ بالاش این لحظه را عکس برداری میکند. بخش فرهنگی رودکی با موسیقی متمتم فضای ایدانه شاه جایزه را جالب تر میکند. در میم قدر تمنا داریم. ابوبکر عضوی منتخب کشتیگیری تاجیکستان است. ابوبکر در میان 39 کشوری سیاره در مسابقه جام رئیس شهر دوشنبه خیلی هنر و استعداد و مهارتی بالا هم نشان داد که جایزه برنجی یک بار دیگر این گفته ها را تقویت می‌دهد. بخت و سعادت یارتان آیینه‌ای نامداری با کیوف ها. بهردین سربان پاوچه کلیم اونجا انا میره پرتاب تیپ بچه کوی نوراسه انزور کلیم یک بار توجه کن اونجا شادمان ریزانه